کردها اصیل‌ترین اقوام ایرانی. کردستان استانی در غرب ایران که در دامنه‌ها و دشت‌های پراکنده سلسله جبال زاگرس میانی قرار گرفته است، از شمال به استان‌های آذربایجان غربی و زنجان، از شرق به همدان و زنجان، از جنوب به استان کرمانشاه و از غرب به کشور عراق محدود است. مرکز این استان شهر سنندج میباشد. استانی پر از افسانه‌ها و داستان‌های کهن ایرانی. کردها اقوامی که در طول تاریخ همواره مورد ظلم ظالمان زمان خود واقع شدند و همیشه در مهاجرت بودند. با کمی دقت میتوان خستگی راه و سنگینی کوله‌بار را در چهره‌هایشان یافت. اقوامی که حتی به خاطر اعتقاداتشان مورد تهاجم مهاجمان قرار می گرفتند. اما هیچ یک از این آزار و اذیت‌ها باعث نشده است که کردها دست از آیین و رسوماتشان برکشند و آنها را به دست فراموشی بسپارند، بلکه روح یکپارچه‌ای که در این اقوام هویداست باعث شده است که به پاسداری رسوماتشان برآیند. رسوماتی که شاید ریشه در افسانه‌ها و داستان‌های کهن ایرانی داشته باشد. اسطوره‌هایی که در آنها خوبی بر زشتی پیروز شده و چهره نگین زشتی بر همگان هویدا می‌شود. اسطوره‌هایی که موسیقی در آن با روح انسان توأم می‌شود و قهرمان داستان به شکلی نمادین و با انجام حرکاتی موزون به مانند رقص سما با ذکر جملاتی در وصف خالق به شکرگزاری محبوب زمین و آسمان می‌پردازد. اقوام کرد به مانند سایر اقوام سراسر کشور دارای گرایشات خاص صوفیانه هستند که این گرایشات را می‌توان در سازها و موسیقی محلیشان به روشنی دریافت. اقوام کرد ایرانی حتی به جرئت میتوان گفت بیشتر از سایر اقوام با ادوات و سازهای اصیل ایرانی پیوندی ناگسستنی دارند. آیین باستانی زماون پیرشالیار. یکی از این رسومات آیین باستانی زماون پیرشالیار یا همان عروسی پیرشالیار می باشد که با قدمتی چند هزار ساله و هر ساله در اواسط بهمن ماه یا اردیبهشت ماه در روستای آرامانتخت از توابع شهرستان سروآباد برگزار می شود و به رغم گذشت سالیان بسیار همچنان این مراسم با مشارکت همه جانبه مردم منطقه شکوهی خاص دارد. این آیین در میان مردم منطقه به زماون پیرشالیار به معنای عروسی پیرشالیار مرسوم است. هرچند نام مراسم عروسی است، ولی در اصل پیرشالیار یک مراسم آیینی و سنتی می باشد که در آن قربانی می کنند و به سما و نجوا با خداوند می پردازند.
نمیرم از این پس که من زنده‌ام، که تخم سخن را پراکندم. سلام میکنم خدمت شما بینندگان و عزیزان برنامه کتابی برای شما. دوستان عزیز، کتابی را که در این برنامه میخوایم خدمت شما معرفی کنیم نامش هست سلوک صوفیانه تا دیار سیمور. این کتاب توسط دکتر سید مصطفی آزمایش به رشته تحریر در اومده و کار انتشارات این اثر رو انتشارات مهرابی بر عهده داشته. در کتاب سلوک صوفیانه تا دیار سیمور، دکتر آزمایش به زوایای شخصیت فردوسی و ارتباط ایشان با جهان تصوف پرداختند و همچنین دکتر آزمایش در این کتاب خاطر نشان می کنند که شیخ ابوالقاسم فردوسی ارادت خاصی به شیخ محمود معشوق طوسی داشتند. دکتر آزمایش در کتاب سلوک صوفیانه تا دیار سیمور اشاره به این مطلب می کنند که انگیزه‌ای که در درون فردوسی سبب شد و درونش رو بیدار کرد اثر نفس شیخ محمود معشوق طوسی بود، کسی که تکیه معنوی فردوسی بر ایشان بوده است. نویسنده همچنین در این اثر اشاره به نقش شیخ محمود در حیات ابوسعید ابوالخیر و ارتباط ایشان با بزرگان زمان خودش میکنه. من به شما عزیزان پیشنهاد میکنم این کتاب رو تهیه و مطالعه بفرمایید، چرا که مطالبی که در این کتاب اومده به تاریخچه ایران و همچنین فرهنگ ما برمیگرده. دوستان عزیز، امیدوارم از برنامه این هفته نهایت لذت رو برده باشید. تا برنامه دیگه و معرفی کتاب دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.